این دیار شیوهی وحدت نمانده است، در چشم یار نازی محبت نمانده است. ما از خدای خویش نه این روز خواسته، در خون تو که عشق ما اسمت نمانده است. دوستان عزیز، اینه اکای حیدبوی، اکای الیوستین، اکای عیندین، یعنی فرزندو یعنی قشلوق. این همی اکای الیوستین که بخور قریب سه میگه. این ابدوش اکای الیوستین یا بغوش در باغبان عشق بشارت نمانده است، خام زبر در کف اوریان شراب داشت، از نور فطرتش بجز ظلمت نمانده است. الله اکبر. اینا اکای الیوستین چند وقت اقتداری؟ این همی اکای الیوستین 86 سال حیات دنمی دههای پیرون مینای نگذاریم بگیم. خیلی علومتره همه قشبه قمیون میگذاریم قوای شریف و اکای سانگی نمیولی انشالله وشن دنوار میگیریم میپرسیم. یک مرد از خیانتی خواهی نرست است، گبزه یک فرد به نشانی جراحت نمانده است، فخر نجات میهن و ملت فسانه است، گردزی خاک میهن و ملت نمانده است، فخر نجات میهن و ملت فسانه است، گردزی خاک میهن و ملت نمانده است، گردزی خاک میهن و ملت نمانده است. با برگادیر بود اکای شاینعمان میگفتن انه خلپنوری و خب همی تاری اکا ادهم میگفتن او همی سرداری برگاد هم تا برگاد کار کرده، رئیس کالخوز کار کرده اکا ادهم هم ایو و اویله هاشو قطعی رفتگی در اینجا نیستن، برفتن نیستن. ایو پسراشو ورستن نغیره هاشو هم تاری آخرش پسراشونی ایدنیا برفتگی هست. خیلی ده پیش وقت زمانی پیشنده ساختمان ها دیگه خیلی بدن، چون که این متریال ها نبدن در زمانش باید زندگانی میکردن که خونه ها باید دیگه شکل داشتن. حال شکل خودشون تماما دیگر گرفتن که همش جوان ها هن یا شوهن کارا پیش رفت، ترقیات پیش رفتگی هست. در نتیجه ترقیات پیش رفتن استروی متریالونی فرض کردیم که اختراع شدگی هن مانند شیپ تنکه خیلی دیگر تخته دیگر چیزا اختراع شدن. حالی با دیگرگونی در قشلاق خیلی بسیار دیگرگونی وسیع شدگی های جوانانی بسیار شدگی هن، همچون شگر دوره حال تیلی همانی یکان ایسوسو نیست که همه خیلی خیلی پیش رفته شد، نه اینکه قبا شگر زمانش بود او خیلی بود، ترقیات او خیلی بود. در همون زمان دوره جنگ گرمانیا بود با پس او خیلی امروز کمبودیا بودن
خود پیشروی ها تماما روز تا روز دیگرگون شده شد. اینا بستونی خیلی اکای الیاسین خیلی نقلای خوب کرد دوستو عزیز در حق شو دعا کنه یا هم همین تبرک دما موندگی که دمی قشلوق ولی با اگر چی کرد قدر که شاید میشینه او انشالله با کنه یک سه سال همون پیش کارونه یک چهار پنج سال بخیر با اون توی تا میدونم همین ترای او این پیشروی همین خیلی خوبه یک تاریخ خیلی یادآوری کردن پیش وقت خیلی به زمانش عادت خیلی پیشروی های ترقی ها خیلی پیش رفته است در زمان ها پیش رفته است هر یک چیز و به واقعا با اثر او اثر او خیلی بود این اثر عادت این خیلی مقصد دیگر گپی نیست سلامت باشی اکای الیاسین شما سلامت باشید